علیکم دوستای عزیز، چی حال داری؟ امید که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز در مورد یک مسئله میخوایم گپ بزنیم که قبلا در زبان پشتو هم گفته بودیم. میره به او دوستایی است که در زبان پشتو مشکل دارن، میخوایم به فارسی تشریح کنیم. که اکثر مریضا از این شکایت میشن بعد از اینکه دندان خودم میکشه همون اول میرن وقت خانه، یعنی با چون خونریزی با 24 ساعت بعد از کشیدن نرمال است، ولی باز وقتا که خونریزی به اندازه کمک زیادتر میشه، خصوصا در مریضایی که شکر دارن، در مریضایی که فشار خون دارن، و به خاطر از این که اونا خونریزیشان کم زیادتر میشه، به خاطر کنترل کردن از این چیزایی است که یعنی در شما اگه از طرف شو خونریزی میشه، چون در وقت دکتر دندان هم وزت کردن نمیتونی، دکتر هم بعد از رسانی باشه، شما باید چی کار کنید؟ انشالله در خانه هر کدام ما و شما چی است، یک از این چای الکوزایی که ما و شما میگیم لپتون پیدا میشه. چی میکنه؟ سعی کنیم ما یکی او گرم داریم، یکی او سرد داریم. در صورتی که خونریزی است، مریض خونریزی داره و باید خونریزی از این استاد شوند بعد از کشیدن دندان، چی میکنیم؟ به مدت 1 الی 2 دقیقه چی میکنیم؟ در آب سرد میمانیم. بعد از این که از آب سرد کشیدنش، بعد از 1-2 دقیقه چی میکنه؟ این دمو قسمت که شما دندان کشیده اوجا میمانین و چی میکنین؟ دهنتان بالای بسته میکنین تا با هموجا فشار بره و باعث استاد شدن خونریزی شه. و همچنان یک گپ دیگه، در صورتی که مثلا از طرف شبل دندان شما درد نه و چاره نمیداشته باشه، دکتر براتون یعنی در به دسترس نمی باشه، این نمی کاره شما چی میکنید؟ در آب گرم میکنید و مدت 1 دقیقه 2 دقیقه در آب گرم میمانه. بعد از اون میکشید. در صورتی که بسیار گرم بود اجازه میدیم که کم سرد شود که تا جایتان نسوزه کدام قسمت از جوفدان. چی میکنید؟ دمو دندان که درد دار دمو قسمت موفعی میمونه و دهنتان بالایش بسته میکنید. اگر شما هم دوستای زیاد کدام سوال داریم میتونید در بخش کامنت بپرسید. تشکر.